سلام، روزتون بخیر. امروز میخوام دلمه برگمو درست کنم. پیازا رو نگینی خورد کردم با روغن سرخ شه. پیازمون که سرخ شد این شهرگرده رو اضافه میکنیم، میذاریم با پیاز بپزه. لپه رو که از قبل خیس کرده بودم آبش رو ریختم دور، گذاشتم 50 دقیقه بپزه تا نیم پز بشه. آب برنجم گذاشتم جوش بیاد که 6 تا 8 دقیقه برنجم بپزم برای مواد دلمه. این کفای لپرم که باید بگیریم. بچه‌ها برنج رو آب کش کردم، حالا میره داخل مواد همون گوشت و پیازی که سرخ کرده بودم. خب بچه‌ها لپارم که 50 دقیقه گذاشتم بپزه با برنج و گوشت و پیاز با هم دیگه قاطی کردم. بچه‌ها من سبزی پلوک بهش اضافه کردم، فریزری بود. بعد برای بقیه‌شم ترخون و مرزه و نعنای خشک رو قاطی کردم، اینم میریزم داخلش. بچه‌ها ادویه‌مونم که نمک و فلفل سیاه، فلفل قرمز، زردچوبه میریزیم داخل مواد. به گوجه فرنگی هم 2 قاشق غذاخوری با این مواد ترکیب میکنیم. همه مواد رو که ترکیب کردیم دوباره میذارم روی گاز، یه تفت میدم. بعد از که تفت خورد میذارم استراحت کنه خنک شه تا برگمو رو آماده کنم. خب موادمونم به اندازه کافی تفت خورد، دیگه زیرش رو خاموش میکنم. رسید به برگمو، حالا این شاخه هاشو با چاقو جدا میکنم. بچه آب جوش اومد، حالا برگمو رو 10 تا میریزم تو آب جوش، 1 دقیقه بمونه. بعد میندازم تو آب یخ که بهش شوک بدم. 1 دقیقه که جوشوندم حالا میریزم توی آب سرد که شوک بشن. بعدم روی حوله تمیز پهن میکنم خوش بشن که راحت پیچیده بشه. بچه‌ها برگا رو تو آب یخ ریختم، بعد اینجوری چیندم که خشک بشه. چون مدل پیچیدن برگم که از این سمتش که رگ داره میذاریم به این شکل، میذاریم مواد دلمه رو میذاریم اینجا، اینو میاریم بالا، بعد چپ و راست رو به هم دیگه اینوری میکنیم، بعد رول میکنیم میپیچیم. دلمه نباید زیاد سفت پیچیده بشه که وقتی میپزه ترک بخوره، نباید زیاد شل باشه که وا بره. خب بچه مواد دلمه رو ریختم، اینو میذارم اینجا، یه دونه چپ یه دونه راست، بعد رولش میکنم. بچه ها من زیر قابل من برگ خام ریختم، بعد دلمه ها رو چیندم تا بریم برای آماده کردن سسش. بچه ها سسش رو آماده کردم، 2 تا قاشق گوجه فرنگی ریختم، آب ریختم، روغن و نمک و 1 قاشق غذاخوری شکر با نصف پیمونم آب لیمو یا آبغوره. بعد اینجوری میریزیم روی دلمه هامون تا نصف دلمه هامون رو بپوشونه. بچه ها من چون آلو خراسانی هم خیلی دوست دارم روش یه مقدار ریختم، طعمش رو شیرین تر میکنه، شما میتونید نریزید. بچه ها من دلمه ها رو داخل زودپز چیندم، حدودا 1 ساعت 1 ساعت و نیم که باشه کافیه.